بیبی گنبسک بوده است نبوده است. یک بیبی گنبسک بوده است و در تگ یک دیواری کهنه خانه داشته است. وی روز تا بیگاه در کنج خانه‌اش تنها می نشسته است و از تنهایی بسیار زیق می شده است. تا کی من این خیل تنها زیق شده می شینم؟ گفته است یک روز خود به خود بیبی گنبسک و از خانه‌اش برآمده از بین سنگ و کلوخ چوب و علف گذشته رفتن گرفته است. رفته ایستاده بوده است که از پیشش قورباغه برآمده مانده است. قورباغه بیبی گنبسک را دیده پرسیده است: قواق قواق، ها بیبی گنبسک، کجا می روی؟ تنهایی به دلم زد، گفته است بیبی گنبسک. دوست کابی می روم. بیا دوستی من شومون. تکلیف کرده است قورباغه. تو همراهی من زیق نمی شوی. هر وقتی که قهقه زده سرود خواندم همه غم و علمت برآمده می رود. میلش من راضی، لیکن گوی که اگر یگان وقت قهرت آمده ماند چی می کنی؟ پرسیده است بیبی گنبسک. قهرم بیاید، گفته است قورباغه، چشمهایم را الا کرده از پایت کشیده و آب می پرتایم. نه نه، آزارم و بیزارم، طاقت این خیر دوست ندارم، گفته بیبی گنبسک برای خود رفتن گرفته است. رفته ایستاده بوده است که از پیشش خارپشتک برآمده مانده است. خارپشتک پیش راه بیبی گنبسک را گرفته پرسیده است: ها بیبی گنبسک، کجا رفته ایستاده ای؟ از تنهایی بسیار زیق شدم، گفته است بیبی گنبسک. دوست کابی رفته ایستادم. بیا دوستی من شومون. تکلیف کرده است خارپشتک. من کو راضی، گفته است بیبی گنبسک، لیکن گوی که اگر قهرت آمده ماند چی می کنی؟ آن وقت خارهایم را به بدنت خلانده می گیرم، گفته است خارپشتک خارهایش رو سیخ کرده. نه نه، آزارم و بیزارم، طاقت این خیل دوست ندارم، گفته است بیبی گنبسک و برای خود رفتن گرفته است. وی باز از بین سنگ و کلوخ چوب و علف گذشته تک تک یک خانه رفته ایستاده بوده است که موشک از در خانه‌اش سر برآورده پرسیده است: میمی، ها بیبی گنبسک، این خیل فکر و خیال کرده و کجا رفته ایستاده اید؟ دیگر طاقت تنهایی ندارم، جواب داده است بیبی گنبسک. دوست کابی رفته ایستادم. من هم دوستی نقص گفته گشته بودم بیاید نباشد با هم دوست شویم. تکلیف کرده است موشک. شما خانه مرا می روبید، می چینید، چیز و چاره هم را سرانجام می کنید. من پاشم هرچی یافته می بیارم و همراه خورده می گردیم. من کو نه نمی گویم، گفته است بیبی گنبسک، لیکن قهرتان مبادا آمده ماند چی می کنید؟ شما رو، گفته است موشک، 1000 قهرم بیاید هم، فقط با دمکم سیله کرده میمانم. بو بی دل من بودید، ده بی دل من بودید، گفته است بیبی گنبسک خرسند شده. بعد موشک
او را به خانه‌اش گرفته درآورده است و هر دو دوست شده زندگی کرده گشتند. موشک هر روز کلبار به پشت، عصا به مشت گرفته رفته خوردنی‌های بامزه یافته می آمده است و دری خانه‌اش را تیق تیق کرده می گفته است: دوستک مهربانم، خوشدل و خوش زبانم، مغز و مویز آوردم، نانی لذیذ آوردم، تستر اینجا برآید، در را به من گشاید. بیبی گنبسک این گپ را شنیده تاخته می برآمده است و در را گشاده چیزهای آوردگی موشک را برده جابجا می کرده است. بعد هر دو تا روز دیگر چک و گپ زنان کرده می نشستند. روز میر موشان ضیافت داده است. موشک را هم به ضیافت خبر کرده است. موشک تنها رفتن نخواسته بیبی گنبسک را همراهش برده است. این موشک رو بینیده؟ گفتند موشکانی بوی پیشگه نشین. همه را مانده با یک گنبسک بی نور آشنا شده است. این موشک اینقدر دوستی نغز یافته است؟ گفتند موشکانی پایگه نشین. موشک بدبخت، گفته است دختری میری موشان، خودش همین قدر نازنین و با یک گنبسک سیب سیاهی بدفت دوست شده است. دختری میری موشان رشک کرده بیبی گنبسک را بد دیده مانده است و از پی نابود کردن بیبی گنبسک افتاده است. یک روز موشک خوراکابی رفته است و بیبی گنبسک تنها نشسته بوده است که دختری میری موشان آتشگیرک را تفسانده به تگ در آمده است. آوازش را موشک برین کرده گفته است: دوستک مهربانم، خوشدل و خوش زبانم، مغز و مویز آوردم، هرچی لذیذ آوردم، تستر اینجا برآید، در را به من گشاید. بیبی گنبسک وی را موشک گمان کرده برآمده در را گشاده است. همین که در را گشاده است، دختری میری موشان به سرش آتشگیرک تفسان را زیر کرده است. بیبی گنبسک بیهوش شده افتاده است. بعد دختری میری موشان بیبی گنبسک را از پایش کشالکنان برده به جوی پرتافته است. بیبی گنبسک بعد چند وقت به هوش آمده چشمش را گشاده دیده است که یک اسب سوار گذشته رفته ایستاده است. بیبی گنبسک به وی نگاه کرده گفته است: اسبی الو، تقر تقور، زین و لجام، شقر شقور، بینگر موشک را بگو، کولبار در پشتک را بگو، عصا در مشتک را بگو، دوستی عزیزی تو با عقل و تمیزی تو افتاده در جوی خنک، دستش دونک، مویش دونک. اسب سوار گپی بیبی گنبسک را شنیده چهار طرف را کوفته موشک را یافته است و واقعه را گفته داده است. موشک تا زان به لب جوی آمده به بیبی گنبسک دست دراز کرده است، اما بیبی گنبسک قهر کرده دستی او را نگرفته است. موشک زاری کرده گفته است: دختری کاکل دراز، دستک تکون دراز، مغز و مویز آوردم، چرا میکنی عراض؟ بیبی گنبسک از قهرش نفرآمده گفته است: مغزی توی چیکار کنم؟ مویزت چیکار کنم؟ آمد دختری میری تو، سر جیز جیز و تن جیز جیز. موشک بیبی گنبسک را نوازش کرده
از آب کشیده گرفته است و به خانه‌اش آورده نگاه بین کرده است. بعدی چند وقت بیبی گنبوسک صحت شده است و آنها مانند پیشتر زندگی را دوام داده اند. موشک قسم خورده است که دیگر هیچگاه به خانه میر موشان نمی رود.